سلام دوستان، به کانال ماهواره خوزستان خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوی امروز بچه در مورد ماهواره نایلسات شبکه‌های عربی برای بچه‌های خوزستان و عرب زبان‌های خوب کشورمون. دیش 85 سانتی وطنیه که رو مسیر نایلسات تنظیم کردیمه. اینجا ببینید بچه ها، پایین دیش یعنی طوری دیش و سر دیش رو به پایینه که مماس با زمینه، تقریبا زیر 1 سانت با زمین فاصله داره. خود دیش که با انگشت نشون میدم نگاه کنید، چون موقت بوده یه سنگریزه گذاشتیم که چون باید ماهواره‌های بعدی رو هم تست میکردیم. اینم پشت دیش نگاه کنید چقدر بالا اومده. متراژش رو بعدا هم اینا رو تست میکنیم. حدود 7 درجه غربی بعد یوتلسات 7 درجه، تقریبا نزدیک یوتلسات اما سر دیش خیلی پایین تره. شبکه هاش هم تست میکنم براتون الان، تصویر شبکه های عراق و عربی رو. مسیر نایلسات ساعت LMB هم که تقریبا رو 5، فرکانس 11 785 با فرکانس 11 474 که شبکه های میکس عربی. اینم کانالیابی کردیم اینجا بچه ها نگاه کنید. حدود 956 تا شبکه تلویزیونی به ما داد، 258 تا هم شبکه رادیویی. تقریبا 1000 تا شبکه داره که بعضی از اونها به صورت تستن. تو شبکه های اصلیش حدود 700 شبکه است عربی که من چون به خاطر اتلاف وقت ویدیو 1-2 شبکه رو تست گرفتم نشونتون بدم. اینجا شبکه های عراق که خیلی از دوستان ما نقد میکنیم، سریال ماه رمضانی داره پخش میکنه از شبکه الحدث از عراق. فرکانس و تصویرش نشونتون میدم که بدونید کجاست. یک کانالیابیه. ویدیو بعدی تست تصویرش هم نشونتون بدم. اینجا این شبکه الحدث، الحدث عراق الحدث HD. اینم شبکه میکس عربیه. یه 2 تا 3 تا از شبکه ها رو تست کردیم رو 2 تا فرکانس که بدونید بچه ها. این هم که همون الحدث کشور عراق که برای ماه رمضان فرکانس 10892 H27500. مرسی دوستان که با هم همراه بودید. اینم ماهواره نایلسات. ماهواره بعدی الان تست به ویدیوش میگیریم یوتلسات، بعدم هاتبرد. شبکه ها تست تصویر، اول تنظیم دیش بعدم تست تصویر رو میگیریم که بدونید دیش کجاست، چه شبکه هایی هم داره. قربونتون برم بچه ها. مرسی که با هم همراه بودید و خدا نگهدار.